بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمان باب در بیان منع بودن روزه در روز عید فطر، یعنی روز عید رمضان و روز عید قربان. عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر و يوم الأضحى. از عایشه مادر مؤمنان الله تعالی از ایشان راضی باد که گفتند منع کردن رسول الله علیه السلام از روزه داشتن در دو روز، روز عید فطر یعنی عید رمضان و روز عید قربان. این منع عالم ها میگن که نهی تحریم است، یعنی در این دو روز روزه گرفتن حرام است، زیرا این دو روز الله برای بنده هاش عید قرار داده است، روز خرسندی است، روز خوردن و نوشیدن است. برای همین بنده باید در این دو روز روزه نگیرند. از باب تحریم. بارک الله فیکم.